سلام عزیزان، یک بار برای همیشه میخوایم جمع‌بندی کنیم عوارض جنسی ناشی از داروهای ضد افسردگی رو. من دکتر امیر ضمیری هستم، روانپزشک. عزیزان، بسیار میپرسند و خیلی نگرانی ها وجود داره در مورد اینکه این داروهایی که شما به ما میدی به هر حال میل جنسی ما رو کم میکنه و ما رو از مردانگی و زنانگی میندازه. خب ما چیکار کنیم؟ ببینید، اولا که خب قبل از هر چیزی من بگم یکی از اصلا عوارض خود افسردگی این هستش که میل جنسی کم میشه. پس هست که ما با درمان‌های ضد افسردگیمون اتفاقا باعث میشیم که میل جنسی افزایش پیدا بکنه. و یک مسئله دوم مهم دیگه اینه که برخی از افراد یه مقداری تو انزالشون در واقع زودرس، یعنی زود هنگام انزالشون در واقع، یعنی البته باز اونم تعریفی داره، اینه که انزالی که زیر 1 دقیقه اتفاق بیفته میگیم premature ejaculation و باز داروهای ضد افسردگی میتونن تو برخی از افراد این مشکل رو هم حل بکنن. پس مقدمتاً باید بگیم که خیلی هم نگران نباشید، اتفاقا یه وقتایی که زندگی جنسی شما رو هم داروهای ضد افسردگی بهتر هم میکنه. خب باز یک موضوع سوم مهم باز بخوام به شما بگم اینه که اصلا ما یه داروهای ضد افسردگی داریم که میل جنسی رو که کم که نمیکنن، چه بسا یک کوچولو افزایش هم بدن. مثلا داروی ولبان که ما ویدیو در موردش ساختیم، یا داروی بوسپیرون یا میرتازاپین، اینها داروهایی هستن که میتونن افزایش میل جنسی هم بدن. خب پس حالا این مقدمه رو که گفتم دیگه فکر کنم رسیدیم به متن موضوع اصلیمون. این هست که حالا میایم سر وقت عوارض واقعا جنسی دارو. ببینید عزیزان، این عارضه به طور کلی بیشتر با داروهای SSRI و یا SNRI اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی داروهایی که رو سروتونین تاثیر میذارن، مثلا فلوکستین، سیتولوپرام، سرترالین و یا مثل آلونتا، ونلافاکسین، دولوکستین، که اینها چون اثرات رو محور سروتونین دارن میتونن این کاهش میل جنسی رو ایجاد کنن. اما این کاهش چجوریه و چیکارش بکنیم؟ به هر حال مخصوصا جوان‌ترها خیلی از این موضوع و آقایون جوان به خصوص براشون موضوع مهمیه و واقعا هم باید مهم باشه، چون با اعتماد به نفسشون خیلی ارتباط داره. خب عرض کنم خدمت شما که حالا اون ابتدایی که فرد درمان شروع میکنه ما همیشه تاکید میکنیم که این اتفاق ممکنه بیفته. یه ایراد رایج رو بذارید، حالا یه گله ای من از مراجعین بکنم، اینه که مراجعین ما گاهی اوقات خیلی خودشون اشاره نمیکنن. حتی گله که نه، حالا به هر حال اتفاقی که در تراپی و جلسات درمان دارویی میفته اینه که فرد عارضه ها رو به خاطر فوایدی که داریم بره نمیگه و وقتی عارضه طولانی میشه و حالش حالا دیگه بهتر شده بعد تازه به اون عارضه اشاره میکنه. پس اگر اصلا کلا هر عارضه‌ای با هر دارویی براتون پیش اومد، همون ابتدا به پزشکتون در هر رشته‌ای بگید. حالا توی روانپزشکی هم به همین ترتیب هست. اما چه جوریه و در چند درصد افراد اتفاق میفته؟ حدوداً عوارض جنسی با داروهای SSRI در حدود 30 تا 40% مواقع اتفاق میفته. یعنی حدوداً 60-70% افراد اصلا دچار این عارضه اصلا نمیشن. این افراد حالا چجوری دچار عوارض میشن؟ چند تا حالت مختلف داره. یکیش کاهش میل جنسیه. یعنی اگر مثلا در هفته فرد به عنوان مثال 4 بار 5 بار تمایل به یک رفتار جنسی داشته، یا حالا بگیم سکس یا رابطه یا خود ارضایی داشته، حالا مثلا به جای 3-4 بار میشه 1 بار، میشه 2 بار، یا اصلا میشه 0. پس یک کاهش میل جنسی ممکنه ایجاد کنه. دوم ممکنه که توی به خصوص آقایون کاهش نعوذ و سفتی آلت رو ایجاد بکنه و انگار اون عملکرد آلت جنسیشون یک کمی کم بشه، و یا اینکه انزال دیرهنگام پیش بیاد. یعنی در واقع مثلا به قول معروف اون مرحله اورگاسم و اون اوج لذت جنسی نتونن برسن. یعنی شکل‌های مختلفی داره، پس تو همه یکسان نیست. حالا همین موضوع در افرادی که اول جلسه گفتم زود انزالی دارن فایده هم داره. مثلا مراجعین ما داریم که مثلا از این موضوع شاکی میگن اون مثلا ما دیگه خیلی طولانی میشه برامون، مثلا حالا لذت هم میبرن، باز برای ما میان میگن دیگه عوارضش رو. به هر حال ما باید همه اینها رو هندل کنیم و بر اساس خواسته مراجع جلو بریم. اما به هر حال این عوارض بر برخی از افراد واقعا ناخوشاینده و برای مدیریت این هم ما باز راهکارهایی داریم. مثلا یه روانپزشک باز از داروهایی میتونه استفاده کنه که این عوارض رو کاور کنه و این حالا اینها یعنی میتونه یه مقدار داروهای کمکی که ما میدیم هم میتونه خلق رو بهتر بکنه، هم میتونه میل جنسی رو یه کمی برگردونه.
با این وجود گاهی اوقات با این درمان ها هم مثلا اوضاع درست نمیشه و روانپزشک مجبور میشه که دارو رو تغییر بده یا اینکه کلا از یک دسته داروی دیگه استفاده بکنه یا کلا اصلا دارو نده. پس باز بسته به شرایط شما استراتژی های ما متفاوت میشه. اما به هر حال مهم اینه که شما در اون ابتدای درمان به روانپزشکتون اطلاع بدید تا وزن موضوع سنجیده بشه. مثلا اگر یک آقای جوانی تازه ازدواج کرده میخواد مثلا SSRI بگیره و میل جنسیش خیلی کم شده، این به شدت روی اعتماد به نفسش و حتی رابطه‌اش تاثیر میذاره عمیقا. اما مثلا یک خانم مسنی که بازنشسته شده و دیگه چند سال هم از یائسگیش گذشته، شاید خیلی دیگه الان احساس ضرورتی برای مثلا سکس نکنه. اینا با هم پس متفاوتن. این نمیشه یک ما حکم کلی مثلا برای همه بدیم. با این وجود خب این موضوع پس باید خیلی ایندیویژوالی و فردی در واقع بررسی بشه و هندل بشه. به هر حال ما فواید زیادی از این داروها میبریم و معمولا هم سبک سنگین میکنیم عوارض رو با فواید. در انتها حالا یکی از چیزایی که مثلا ضد روانپزشکی خیلی استفاده میشه، اشاره به یک عارضه جنسیه که در واقع تحت عنوان عارضه جنسی پایدار یا پرسیستنت سکشوال ساید افکت در واقع میشناسنش. حالا این به چه معناست؟ این به این معناست که در واقع افرادی هستن که مثلا مدت نسبتا طولانی از این داروهای SSRI استفاده کردن و این افراد بعد از حتی قطع دارو هم تا مدت‌ها میل جنسی رو دیگه ندارن یا دیگه ساپرس شدن، سرکوب شدن میل جنسیشون و این برای برخی از افراد خب خیلی ناگوار و واقعا هم ناگواره. اما من همیشه تاکید میکنم به دوستان و مراجعین که این اولا این احتمال این عارضه خیلی پایینه. یعنی شخصا تا الان تا حالا من مراجعه نداشتم با این عوارض و معمولا بعد از مصرف طولانی مدت دارو هست که فرد چند سال یا چند ماه مکررن استفاده میکنه، صفر میشه نظر جنسی و اون رو اطلاع نمیده و یا اطلاع میده روانپزشک توجه نمیکنه و وقتی که قطع میکنه تا مدت نسبتا طولانی دچار اون بی‌حسی و کرختی از نظر جنسیه، انگار اصلا سنس جنسیشو از دست انگار مثلا داده. به خاطر همینه که من تاکیدم بر اینه که اگر چنین عوارضی پیش اومد خب همون ابتدا به روانپزشکتون حتما بگید و خودسرانه داروها رو ادامه ندید و مصرف نکنید. فکر میکنم موارد اصلی رو اشاره کردم بهتون. با این وجود بخوام یه جمع‌بندی بکنم، این داروها پس یک جاهایی میتونن اتفاقاً کیفیت رابطه جنسیتون رو بالاتر ببرن، مدت زمان جنسی رو بیشتر بکنن و اتفاقاً میل جنسی رو افزایش بدن و برخی از داروها اصلا مستقیما افزایش میدن میل جنسی رو. با این وجود این عارضه در درصد موارد اتفاق میفته و مدیریت داره. یعنی این رو بعد شما با روانپزشکتون مطرح کنید و باز استراتژی هایی برای مقابله با این شرایط وجود خواهد داشت. ممنونم که با من همراه هستید عزیزان. چنل رو به دوستانتون و خانواده‌تون معرفی بکنید و ما رو تنها نذارید. ارادتمند شما و خدا نگهدار.